Hey, time to fly. مشهد جان ایکمش کمه من میام به 3 زبون براتون بگم امو ترگه جا شما خیلی بسیار تو خوشحال هستم. بریم که خودشم گیت خور پیدا کنیم و سوار هواپیما شیم و منتظر بمونیم و بچیم بریم از آلمان. جان خدا داره چی بگم دیگه دستشان سفر دارم ما هم بخاطر که تنها نباشم خدا نمیانه ولی همیشه هم خیلی دارن که راه میره هی من میدش تو بس شما میگش تو نو خب مگم بیایم دیگه آیب الان چند آی سخته چقدر بیوتیفول شده جدی؟ آره برو دیر اصل منی Hey, time to fly. مشهد جان ایکمش کمه من میام به 3 زبون براتون بگم امو ترگه جا شما خیلی بسیار تو خوشحال هستم. بریم که خودشم گیت خور پیدا کنیم و سوار هواپیما شیم و منتظر بمونیم و بچیم بریم از آلمان. حاجی من رسیدم ساعت 7:12 پرواز به ساعت 9:39 هیچ کس هنو به سر گیت نیه. نگاه کنیم اولین نفر منم اما از دروغ با آدم میگم وقت بیاییم حالی اونی 2 نفر میایم اکثره اونی 2 نفر میایم هم 2 قطعه اصلا تیاره مطاله نماده هواپیما کنی با کلاس حرف زنیم. بریم دیگه سر خوباله موسندلی ها جا شما خیلی وقت داریم 2 ساعت که وقت دارم حداقل 2.5 ساعت یک چیش بخوایی باشم تا بعد بای بای. بعد از کل انتظار کشیدن فیلم نگاه کردن گیت ما باز شده ولی اول بچه ها و فامیلی ها و اینا رو اجازه میدم بره و آخر بعد ما بدبختی بیچاره مجرد و ما هم که اصلا دوست ندارم اول برم دوست دارم با آخر برم که به تیاره میشینم پرواز کنه چون 6 ساعت به تا تیاره باید بشینم. او مای گاد خیلی رایه پیشنهاد میکنه که واقعا یا ترکش بریم بهتر خیلی رایه 6 ساعت داخل تیاره آدم دیوانه میشه. چرا همینا واقعا خیلی خسته میشه آدم خسته کن میشه دیگه. بله جوری است داداش حاجی جا شما خیلی فلان یک چوکی 3 نفری پیدا کردم آخر بیامدم بعد تو فلان کو کسی نماده بوردینگ کامپلیت هم بشده دیگه بار کمر نکنم سر جام نشونم دیگه چی نگیم چوب باشیم که نفهمم اگه بشه دیگه 6 ساعت دیگه بلور شد که سر کمر خود خوب میشه شما نشون میدم حرکت کنه ولی دم میشه ببینم قایم شدم پشت چوکی دیگه قایم کمر نبینم ولی خطر خوب تیاره داره سفر خوبه ولی بزنس یادم بگیره بزنس کلاس واسه محلمون تنگ دلم ای بهاره آسمون عید میرم به خونمون داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران میدونم از پنجره چقدر قشنگ منظره دوباره زنده میشه برام ذات و خاطره من و یار مست بها دست تو کوچه ها یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگ تره ای بهاره آسمون عید میرم به خونمون داد میزنم
من بهار میاد، گل به سبززار میاد، در اومد جوونه ها، دلم پر از بهونه ها. بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا، عشق به من گفت که بیا. ای بهار یاسمون، ای نمیرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، 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 دارم میرم به تهران. به اجازه شما ایم نهارمون. چطور خالی؟ که منم که تازه از خواب بیدار شدم، نهارمو دادم، همه در حال خوردن غذا. چیرز. چشمامو نبینیم، پرواده ها جز 3 ساعت خوابم دیگه. الان بیدار شدم، بعد یه چیزی بخورم باشد دوباره خواب شد. الان تایم اینه که کتاب اسپایدرمن رو هم نگاه کنیم. بای نوش جانم. غذاش بد نبود، جاشمون خیلی ولی خیلی خوبم نبود دیگه. غذا عربی بود دیگه، خوبه بعد میگه، ولی دسری خیلی خوشمزه بود دیگه. ولی خیلی رایاجی 3 ساعت داریم میایم، من 3 ساعت سی نیم ساعت دیگه بمونم. ولی خدا رو شکر جامون نگاه کنیم. همین دیگه با دوباره جاشمون خیلی سرکه برخورم خوب میشون تا برسیم به مشهد مقدس. رسیدیم به دریا، التماس دعا که از دریا رد شیم به خیلی برسیم به مشهد. تکنولوژی صحبت میکنیم. پنجره فعلا اینا روزه، شب میاد نگاه کنیم. روز میشه. خاموش میکنم چون میخوام دوباره فیلم خوبه ببینم. اینجا شبه. بله تکنولوژی. ای نمیرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. ناز من بهار میاد، گل به سبززار میاد، در اومد جوونه ها، دلم پر از بهونه ها. بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا، عشق به من گفت که بیا. ای بهار یاسمون، ای نمیرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران.
بیقرار میرم، به خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرم. واسه بوی کوچمون تنگ دلم، تنگ دلم، واسه محلمون تنگ دلم، تنگ دلم. ای بهار آسمون، عید میرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان. یه جورایی فکر میکنم ما به میدون هوایی اصلی رو نمادیم، چون به دفعه اول به قطر به پرواز میکنم به هواپیما قطر ایرلاینز. تا حالا میدون هوایی اینا ندیده بودم، فکر میکنم میدون هوایی خوب اینا نیه، دوم اینا، چون واقعا خیلی بد، یعنی جوری که تعریف میکردم که نیه تا فعلا، شاید هم من ندیده باشم. بریم دیگه بگردیم. خیلی خیته خورده، ایت خوشگل نیه، فیلم هایی که میدیدم اصلا اونجا نیه، یا شاید هم مثلا بلد نیم بگردم. سلون دراز مثلا جا خاص دیگه نداره، همین وسط هم یکم بزرگه. ببخشید چیزایی که گفتم همه رو پس میگیرم. اینجا میگردم مثل دوبی که هست، مترو داره، بعد مترو بگیری و بری دنبال گیت، چون واقعا بزرگه. ولی من گیت هم دیه، بعد این مترو رو بگیرم برم دیگه یک جایی برم که گم نشم، که مادی برمیاری طرف آری بکنیم. گیت ها زده، گیت هم دیه، این طرف باید داره. ببینیم دیگه چی رقم میتونیم پیدا کنیم. خود فرسالیم خار خوندیم. عید میرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. ناز من بهار میاد، گل به سبززار میاد، در اومد جوونه ها، دلم پر از بهونه ها. بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا، عشق به من گفت که بیا. ای بهار آسمون، عید میرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. بیقرار میرم، به خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرم. واسه بوی کوچمون تنگ دلم، تنگ دلم، واسه محلمون تنگ دلم، تنگ دلم. ای بهار آسمون، عید میرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. تهران دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. میدونم از پنجره چقدر قشنگ منظره، دوباره زنده میشه برام ذات و خاطره. من و یار مست بها، دست تو دست تو کوچه ها، یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگ تره. ای بهار آسمون، عید میرم به خونمون، داد میزنم ای جان ای جان ای جان. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران.
هم بهار میاد، گل به سبززار میاد، در اومد جوون. حاجی هر چی گفته بودم در باره میدون هوایی قطر دوحه همه رو پس میگیرم. خیلی عالیه، یعنی واقعا خیلی بهتر از میدون هوایی استانبول، حتی از دوبه هم بهتره. نگاه کنیم این مثلا این میدون هواییه، یعنی واو خیلی خوشگله. اصلا فکر می‌کنی آدم احساس نمی‌کنه میدون هوایی باشه. خیلی بزرگه، خیلی باحاله، خیلی خوشگله. نگاه کنیم اشکاشون یکم اینجوری بشه. چیکار میشد افغانستان همین کشور الان تو میگون هوایی میرشتیم چیکار میشد؟ خیلی عالیه، یعنی واقعا یعنی هر طرف بری نمیفهمی کجا بری، شهریه واسه خود. آب آب گرم، آب باش بده که گرمی نکنه. حاجی کلان جا دیدنی خیلی داره، یعنی این پی نزدیکی میتونی کلان یک ساعت 2 ساعت بگردی، ولی متاسفانه ما باید پس برم بالا، برم تا دیگه اتفاق پیدا کنم تا برم اونجا با فکر کنم دیگه باید سوار هواپیما باشیم که پس پرواز عقب اولین چی میگم اولین یوتیوب یکی تیار میکنم خجالت میکنم وقتی زبان بلد نباشی، زبانم بلد نباشن اصلا نفهمی چی به چیه، این همه به یک نفر سفارش میدی. نگاه ولی خوشمزه واقعا، به این غذا نیاز داشتیم. سلام روز اول مشجانی که رسیدیم جا شما خیلی فعلا چون خسته بودم، مال ساعت 2 بجای ساعت 5 بجای رسیدیم، یعنی ساعت 1 رسیدیم به میدون هوایی تا بیامدیم تا بچه ها اختلاط کردیم، ساعت تیری کردیم، خلاصه 5 خوابیدم، مال ساعت 2 بیدار شدم، صبحانه خوردم. جا شما خیلی دارم کم فیلم نگاه میکنم دیگه، که ساعت تیری کردیم، قلیون تیار کنیم، خودشون بزنیم دیگه. اینم که میبینیم خونه آجی ادریس ایرتیه دیگه. جا شما خیلی بله دیگه، انشالله امشب به خیر طرف اراجان میرم، ماشین گپ زدم، چوکی اول گرفتم بخور. البته من همیشه موتر در بس میکنم ولی چون راننده فعلا نیه، بعد گفتیم کمک از این رم کم کنیم، موتر گرفتم که فقط چوکی جلو از ما باشه که بعد بریم به خیر طرف اراجان. دست هاییست که انشالله به خیر عالی آماده میشیم، خود شما دوش میگیرم، کامر استایل میزنیم، میریم یک کمک خریدای دارم از مشهد بعد بکنم که به خیر نورو برم طرف اراد دیگه. بعد از خریدام هم که خلاص شه باشه ما میریم انشالله کافه مشهد ترقبه همدیگر میبینیم. بای بای.